اون کسانی که به یک نحوی یک نوع مرجعیتی در افکار مردم دارن، از این سیاسیون و رؤسای احزاب و کارگردانان جریانات سیاسی، یه عده از اینا هر شنوی دارن. اینا خیلی باید مراقب رفتار خودشون باشن، خیلی باید مراقب گفتار خودشون باشن. اگر اونها کمی افراطیگری کنن، دامنه این افراطیگری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود اونها دیگه نمیتوانن اون رو جمع کنن. نمونه هاشو دیدیم ما. افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونه ها و خشونت ها و هرج و مرج ها اونهایند. من به همه این آقایون، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه میکنم بر خودتون مسلط باشید، سعی صدر داشته باشید، دستهای دشمن رو ببینید، گرگه های گرسنه کمین کرده رو که امروز دیگه نقاب دیپلماسی رو یواش یواش دارن از چهره هاشون بر میدارن و چهره حقیقی خودشون رو نشان میدن، اینا رو ببینید، از اینا غفلت نکنید. امروز حالا عرض خواهم کرد دیپلمات های برجسته چند کشور غربی که تا حالا با تعارفات دیپلماتیک با ما حرف میزدن، این چند روز نقاب از چهره برداشتن، چهره واقعی خودشون رو دارن نشان میدن. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. دشمنی های خودشون با نظام اسلامی رو دارن نشان میدن. از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس. من به این برادران عرض میکنم به مسئولیت پیش خدای متعال فکر کنید. پیش خدا مسئولید، از شما سوال خواهد شد. آخرین وصایای امام رو به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلافات سر صندوق رأی حل و فصل بشود. باید در صندوق های رأی معلوم بشود که مردم چی میخوان چی نمیخوان، نه در کف خیابان ها. اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان،
بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونا هم اردو کشی کنن، بکشن به خیابان. پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان محل کسب و کار اونهاست، محل رفت و آمد اونهاست، محل زندگی اونهاست، اینا چه گناهی کردن که ما میخواهیم طرفدارای خودمون رو به رخ اونا بکشیم؟ اون طرف یه جور، این طرف یه جور. برای نفوذی تروریست، اون کسی که میخواهد ضربه تروریستی بزنه، مسئله او مسئله سیاسی نیست. برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن در همین میان این مردمی که میخوان راهپیمایی کنن یا تجمع کنن؟ اگر پوششی برای او این تجمعات درست کنه، اون وقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟ واکنش هایی که به اینها نشون داده خواهد شد تو خیابان، از شلوغی استفاده کنن، بسیج رو ترور کنن، عضو نیروی انتظامی رو ترور کنن، خب یک واکنشی به وجود خواهد آورد، واکنش احساسی به وجود خواهد آورد. محاسبه این واکنش ها با کیست؟ انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایا. برن توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن، وقت شعار رهبری هم بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. این تصور هم غلط است. توجه کنید، این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنن با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، این هم غلط. اولا تن دادن به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش